دادگاه نویه اسماعیل سامونی علیه کامران کومیلزاده فرزند احمدشاه کومیل و شکرانه عطایی فرزند عبدالفیض عطایی پرونده مدنی باز کرده است. خبرنگار و دیپلمات سابق توجیک اول امسال در یک پرونده پرجنجال تلاش تبادلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. همکارم خیرومان بقازاده این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او در این باره صحبت داشتم و نخست پرسیدم که چرا دادگاه علیه فرزندان این دو چهره سیاسی و دولتی پرونده باز نموده است. طبق اطلاعی که یک منبع در دادگاه اسماعیل سامونی در دوشنبه در اختیار ما گذاشت، دادگاه علیه کامران کومیلزاده و شکرانه عطایی بر اساس شکایت کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی پرونده باز کرده است. کمیته به دادگاه شکایت کرده است که این افراد مالکیتی را که با قرار دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است خالی نمی‌کنند و خودسرانه از آن خود کردند. بر اساس شکایت کمیته اموال دولتی فرزندان احمدشاه کومیل و عبدالفیض عطایی باید خانه ها را خالی کنند تا آنها به اختیار دولت گذرند. احمدشاه کومیلزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عبدالفیض عطایی در گذشته سرداری یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجی در دایره پرونده پرسر و صدای معروف به تبادلات دولتی و خیانت به دولت، یکی به 19 و دیگری به 17 سال زندان محکوم شدند. دادگاه مالکیت اینها را به فایده دولت مصادره کرده است، اما فرزندان آنها میگویند خانه هایی که زندگی میکنند مالکیت پدرشان نیست که باید مصادره شود. خود شکرانه عطایی و یا کامران کومیلزاده درباره دعوای کمیته اموال دولتی چیزی نگفتند که اساس دارد یا اینکه بی اساس است؟ هر دو با دلیل‌های امنیتی و یا ظاهراً از بیم بدتر شدن احوالشان با رسانه‌ها صحبت نمی‌کنند، اما منابع ما میگویند که کامران کومیلزاده خانه را که با زن و فرزندانش و زن پدرش و فرزندش زندگی می‌کند از مادرش میراث گرفته است. طبق اطلاع منبع ما در دادگاه فرزند عطایی هم گفته است که این خانه را برای او پدرش نخریده است. خودی او سالها در سازمان‌های بین‌المللی کار کرده خانه را خریده است. اینها به دلیل اینکه دیگر سرپناهی برای زندگی ندارند بعد قرار مصادره برای حفظ خانه ها و بازبینی این بخشی حکم به دادگاه مراجعت کردند و منتظر بررسی دادگاه می باشند. اما کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی دعوا کرده است که این خانه ها علاقه مالکیت دولتند و باید خالی کرده شوند. علاقه یک جلسه دادگاه روز 8 می برگزار شده است و جلسه دیگر روز 15 می بعد از 2 روز برگزار می شود و انتظار می رود دادگاه قرارش را صادر کند. هرچند جزئیات مرافعه اول را نداریم، اما دادرس درباره شیوه خریدن و چگونه میراث گرفتن خانه ها سوال کرده است. همکارم خیرومان بقازاده بود که درباره باز شدن پرونده مدنی به ضد فرزندان دو چهره شناخته زندانی در تاجیکستان صحبت میکرد.